هر شخصی که در اتحاد شوروی به دنیا آمده است می تواند شهروند روسیه شود. اکنون برای دریافت شهروندی روسیه ضرورت دست کشیدن از شهروندی خارجی از بین می رود. این است خلاصه وکیلان پارلمان روسیه که در صحبت با رسانه‌های این کشور ابراز داشتند. وکیلان دومای دولتی بر روزنامه مسکوسکی کامسومولتس گفتند کمیته امور ملت‌های پارلمان لایحه قانونی را تصویب کرد که تقدیم شهروندی روسیه به دانندگان زبان روسی را ساده می‌کند. بر پایه آن دو قانون دیگر تکمیل خواهد شد. مقامداران روس داننده زبان و یا به اصطلاح روسی نسیتل یزیکه شخصی را حساب می‌کنند که در خاک روسیه و یا سابق اتحاد شوروی تولد شدند. بر علاوه شخصانی در این رویخط شامل می‌شوند که نزدیکانشان در روسیه و یا اتحاد شوروی به دنیا آمدند. به این طبقه خارجیان ضرور نخواهد شد که برای گرفتن حق استقامت دائمی در روسیه از شهروندی کشور دیگر دست کشند. به نوشته نشریه مسکوسکی کامسومولتس در گذشته محض همین بخش باعث می شد که منصبداران داوطلبان شهروندی و حق استقامت دائمی در روسیه را به اصطلاح اذیت دهند. روس‌های نزدیک کمیته‌های دیگر دومای دولتی این لایحه را بررسی می‌کنند. به قول کارشناسان این طرح را حزب حاکمی روسیه واحد تهیه کرده است و به احتمال زیاد آن بدون بحث و تلاش زیاد تصویب خواهد شد.